در حدود نوع خراسان ولایت ختلان یک ماشین راهگذر که با سرعت بلند حرکت میکرد یک کارمند پستگاه بدیا را پخش کرده است. لحظه زیر چرخ ماشین ماندن کارمند میلیسیا با دوربین ویدیو کامرای نظارت یافته است. در این ثبت کوتاه که روز 7 اکتبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که یک کارمند بدیا در پستگاه واقع در شهرهای دوشنبه بختر با مقصد منع کردن کدام یک ماشین یا با کدام مقصد دیگر چوب دست در دستش میخواهد از روی ماشینگرد عبور کند. او با چوب دستش به ماشین هایی که با شست می آیند اشاره کرده از ماشینی که با خط یکم حرکت میکرد بدون ممانعت میگذرد، ولی راننده ماشینی که با خط دوم و با سرعت بلند می اومد از اوده دوره واسطه نقلیاتش برآمده نمیتواند و کارمند بدیا را با شست زیر میکند. در نتیجه برخورد طوری در ویدیو دیده می شود کارمند بدیا به هوا پریده سپس بر روی راه میافتد. بعد این دیده می شود که دیگر کارمندان پستگاه با شتاب به کمک همکار خود میدوند و چند ماشین راهگذر نیز منع میکنند و از داخلشان راننده و مسافران بیرون شده به نزد کارمند جراحت برداشته بدیا میشتابند. وزارت کارهای داخله و بازرسی دولتی اتومبیلی این حادثه را تا حال شرح ندادند. درباره وضع سلامتی این کارمند و اینکه آیا راننده گناهکار دستگیر شد یا نه خبر تا این ساعت نشر نشده است.